ایمان داریم که تمام رسولان بشر هستند، نه خالق که عبادت کرده شوند. بسم الله. و نؤمن بأن جمیع الرسل بشر مخلوقون. و ایمان داریم که تمام پیامبران، تمام رسولان بشر هستند، نه ملائکه. مخلوق هستند، نه خالق. اگر رحمت الله سبحانه و تعالی نمی بود برای به فرستادن این رسولان، تمام بشریت در هلاکت و در نابودی و در بدبختی بودند. و الله سبحانه و تعالی از برای بشریت رسولان فرستاند از جنس خودشان، نه از ملائک، نه از کسی یا چیز دیگری. و این رسولان یگان خصوصیت های ربوبیت را ندارند. چیزی از این خصوصیت های ربوبیت در آنها دیده نمی شود و این تنها از برای پروردگار است. نه انبیا، نه رسولان، نه غیر از انبیا این خصوصیت را ندارند و داشته هم نمی توانند. حتی مرد نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد گفت ما شاء الله و شئت، آنچه که الله بخواهد و تو بخواهی. رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را انکار کرد. گفت اجعلتنی لله ندا، آیا من را با پروردگار ند قرار داری، شبیه و نظیر قرار دادی؟ بل ما شاء الله وحده، بلکه آنچه که الله بخواهد، تنها الله بخواهد. انکار کرد بر او. ما شاء الله و شئت، یعنی که آنچه که الله بخواهد و تو بخواهی گفت، و را بر سوی عباره نیکوتر ما شاء الله وحده گو بگو، تنها آنچه که الله بخواهد می باشد. و الله سبحانه و تعالی از نوح علیه السلام که اولین پیامبران بود میفرماید ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، و نمیگویم که در نزد من خزینه های آسمان ها و زمین است و علم غیب رو نیز نمیدانند. نمیگویم که من علم غیب رو میدانم. ولا اقول انی ملک، و نمیگویم که من ملائکه هستم. یعنی بر شما نمیگویم یک بسیار قوم خود که خزینه های آسمان و زمین در دست من باشد، خزینه های رزق، خزینه های رحمت، بلکه تنها در دست پروردگار است. او است که رزق میدهد. ولا اعلم الغیب، یعنی علم غیب در نزد من است، من علم غیب رو نمیدانم. چیزی از علم غیب رو احاطه کرده که نیستم. این علم در نزد پروردگار است. علم الغیب، الله عالم غیب است. و هر کسی که گوید که غیر الله کسی دیگر یا چیز دیگر این کون را، این هستی را تدبیر میکند، پس وی کافر است. چون انکار نمود قول الله سبحانه و تعالی و قول رسول صلی الله علیه و سلم را، اینها را انکار نمود. تدبیر کننده تنها پروردگار است. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، بگو کیست که شما را از آسمان رزق میدهد و از زمین؟ کی بر شما بیناییش و شنوایی میدهد؟ کی زنده را از مرده، مرده را از زنده پیدا میکند؟ و یخرج المیت من الحی و ما یدبر الامر، کیست تدبیر کننده امرها؟ فسیقولون الله، در جواب میگویند الله. این سخن را کی گفت؟ مشرکان اثبات نمودن امر الله، تدبیر الله، که الله خالق است، رازق است، زنده گرداننده، میراننده و تمام هستی را الله سبحانه و تعالی در زیر قدرت خود دارد. این اقرار مشرکان است که در آنجا مردمی اصلا که دعوای اسلام میکنند این سخنهای کفر را میزنند. تدبیر کننده بجز الله کسی دیگر تدبیر کننده امور باشد، خاصا از جمله صوفی ها یا که از رافضی ها، از شیعه ها این سخن ها را میگویند. در این کون کسی دیگر را تدبیر کننده قرار میدهند. آنها کافر هستند. و همچنین در آنجا کسانی هستند که میگویند که اولیاء الله بهتر از رسولان هستند، بهتر از نبی ها هستند. و میگویند که رسولان این خادم هستند، خدمتگزار هستند، مثل کسی که خادم را انسان به بازار روان میکنه چیزی را بخرد. اما اولیاء باشد نه، آنها مباشرتا از الله هر چیزی را که بخواهند میگیرند، اوامر را. الله همه این طایفه ها را بکشد، نابودشان کند. و اولیای حقانی که الله سبحانه و تعالی آنها را وصف کرد در کلامش که آنها شایسته ولیگی الله سبحانه و تعالی را دارند، اولیای الله هستند. میفرماید والذین آمنوا و كانوا یتقون. پیش از این آیت الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به درستی که اولیاء الله کسانی هستند که نه ترس دارند، از کسی میترسند و نه غمگین هستند. در دوم چی فرمود؟ والذین آمنوا، آن کسانی که ایمان آوردند به الله، به رسولان، به کتابها، بر پیامبران
بر روز آخر و تقدیر نیکی بعد آن. و کانوا یتقون، از جمله بندگان متقی بودند، ایمان آوردند. و الله سبحانه و تعالی پیامبرش رو امر کرد، امر الله تعالی محمدا، پیامبر رو امر کرد و هو آخرهم، داخل آخر پیامبران و نبیان هست، ان یقول لا اقول لكم عندي خزائن الله، من به شما نمیگم که در نزد من خزینه های الله هست، ولا اعلم الغیب، و علم غیب در نزد من نیست، من علم غیب رو نمیدونم، ولا اقول لكم عندي ملک، و نمیگم که من ملک هستم، ملائکه هستم. و این آیت این سخن است که نوح علیه السلام این سخن را گفته بود همچنین، ولا اعلم الغیب، و علم غیب در نزد من نیست، ولا اقول لكم ملک، من ملک نیستم، من بشر هستم، از جنس شما هستم. شک نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعبد الناس است، به بهترین وجه پروردگار را عبادت کرد، وفادارترین مردم و راستگوترین مردم در نزد تمام بشریت است. از این آیت برمیآید که تمام رسولان و پیامبران بر این اتفاقی نظر دارند، در این عقیده هستند که آنها علم غیب رو نمیدانند و خزینه های الله در دست آنها نیست و ملائکه نیستند. و همچنین میگفتند لا املك لنفسي نفعا ولا ضر الا ما شاء الله، من در نفس خود چیزی را از منفعت یا ضرر را بر خود رسانده نمیتوانم، الا ما شاء الله، مگر آن چیزی که الله بخواهد. یا که اینی لا املك لكم ضر ولا رشدا، من برای شما یگان ضرر یگان هدایتی را نمیتوانم بدهم. قل اینی لا یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، بگو ای پیامبر به آنها البته من نمیتوانم بر شما زیان برسانم یا برای شما فایده بیاورم. بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او را کنم و من جز او هرگز پناهگاه ندارم و نمیابم. یعنی من توانایی بر نفس خود فایده و ضرر را ندارم، نمیتونم به خود نفعی برسونم یا که ضرر رو به خود روا بینم مگر آن چیزی که الله خواسته باشد. در استثنای منقطع است، یعنی آن چیزی که الله خواسته باشد که واقع بگردد از فایده رسیدن بر نفسم یا که ضرر رسوندن، این حتما چیز واقع میگردد، آن چیزی که الله بخواهد واقع میگردد. در حالی که رسولان که با زبان حال خود این را ذکر نمودند که ما بر نفس خود نه فایده نه ضرر رسانده میتوانیم مگر آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی بر ما کتابت کرده باشد، خواسته باشد، این واقع می شود. مادامی که در نفس خود کار را انجام دادن نتوانم از نفع از ضرر، پس در غیرشون از باب اولا است که چیزی را نمیتوانند. مادامی که پیامبران این کار را نتوانستند، پس اولیا صالحان و غیر اینها از باب اولا است که نتوانند بر کسی ضرری برسانند. یعنی آنچه که الله سبحانه و تعالی اگر خواست در بدن انسان باشد، در عقل انسان باشد، اگر ضرر را کسی مانع او شده نمیتواند و جز او سبحانه و تعالی هرگز پناهگاه نداریم. تعجب است در آن قومی که دعوای محمد رسول صلی الله علیه و سلم را میشمارند، دعوای زبانه میکنند، اما حقیقتا او را تکذیب میکنند، دروغ میشمارند که جز ضرر و فایده از جانب پروردگار از کس دیگری نیست، که اینها را در پیامبران، در اولیاء و در صالحان، در شیخ‌ها و در قبرها و در کیم چیها میبینند. تعظیم میشمارند آن چیزی را که الله او را عظیم نشمارید. الله اون را شرک و کفر گفت. و وظیفه رسولان را چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید انما علیک البلاغ، به درستی به تو رساندن است. والله بصیر بالعباد، الله سبحانه و تعالی بندگانش را میبیند. و الله فرمود بر پیامبرانش قل انما انا بشر مثلكم، به درست که من یک بشر، یک انسان مثل شما هستم. یوحى الی، بر من وحی می شود، یعنی از پیش خود علم غیب را نمیگویم مگر آنچه که بر من وحی بگردد. انما الهکم اله واحد، بدونید که به درست که پروردگار شما اله یگانه است و او را عبادت نماید. وظیفه رسولان از این آیه برمیآید که رسانیدن رسالت است بر مردم، تا که مردم هدایت را قبول نمایند و پیروی نمایند و از گمراهی ها و بدبختی و ضلالت روی بگردانند تا نجات و کامیابی را در دنیا و آخرت بر آغوش بگیرند. رسولان برای ما منفعت میدهند بر رسانیدن علم،
دلالت کننده به سوی خیر و بیان کننده خیر و حقیقت و برحذر میکنند ما را از شر و از بدی ها، از راه های گمراهی که برای ما منفعت نمیدهد در این دنیا و آخرت. حتی رسولان مالک هدایتی کسی را ندارند. آنها دلالت میکنند مردم را، ارشاد میکنند مردم را به سوی هدایت، اما هدایتی که در قلب انسان انداخته میشد این از جانب پروردگار است. موفقیت را الله سبحانه و تعالی در قلب بنده می‌اندازد، این پروردگار است. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.